برادر عزیز خانه بهترین در حق من بودید همه نکای عزیزم برادر عزیزم اشبرشا مویدی سعیدوش حبیب الله حبیب سلیمانی حبیب الله که حبیب سلیمانی انا غیبلو برادر عزیزم دانیشم برای من فرزند است برادر است من همین نیاز ما خوشتا باشیم در پیری کار خودمزار معمل حال در باشم بودم که شخص برای میخوام آیون سر محسوس اکمال امرم بویرک فراد بدم حسن خیلی هیچ کدام کم اصول ندارم لیکن به حال با من در سطح شما باشم شما بسر زحمه شما میدونی که من چی میخوام بگم این وقتی من است که در همین یک روز فرصت شما در حالی من است باور که آدم ها میلیاردها دارن تریلیونها دارن که در یک لحظه فرصتی یک انسان میبینن زن دیل شد حدود دیل شد برای تصور و وقتی ما شما هم هستیم ما یک میلیون خود داریم با بهترین شما هستیم که اون در پارلمان هستیم اما دیگه با بود صدها با تکرار کنیم انسان که میتونی سلاش میرفته است داروی رئیس برادری و حبرش هم محبوب میشته این عجایب خواه منزی میگونه این سبی یک میلیون رکت رو کنیم ما میگیم این همین در پارلمان باشه برای من هر سی که شما بوده ما باید همچون نسیح قبول میکنیم من همچون میکنم شما خداوند با شما تنسیحت همیشه خونتون آباد باشه خاطرتون گرد باشه میزتون به باشه و در روزهای پست و دیک زندگی پست و بلند دیک روی نمیبینیم پست و بلندی زندگی با هم باشه برای اینکه شیرینی زندگی، کیفیت زندگی و معنی زندگی همین است که باعث آوازی بیرون میگه چی کیمیای سعادت زندگی بیا تا مونسی هم یاری هم غمخواری هم باشیم انیسی جان غم فرسوده و بیماری هم باشیم شب آید شمعی هم گردیم و بحر هم دیگر سوزیم شود چون روز دستی پای هم در کاری هم باشیم انا در همین دیاری دوردست کوهستان دیهی قزناقی ناحیه رشت 15 مارس سال 1948 در این دیهی خوشتر و زیبای رشتان زمین سید امیر جانان در خاندان کارمندی خواجگی سابق اتحادیه شوروی جانان قادر و مادر مشفق مهربان معلم بی نظر در مکانی که هر بیننده از حسن و جمال و چنار و گل و بوته‌های نایابش درختان و سرسبز و زیبایش میسه های مست نابش در بلندی دامن تپه جایگر است و از آب زلالش تشنگی ها را لذت گفتار و دیده ها را موج نور و قلب ها را اوج سرور بخشیده است و دنیا آمدند برابری با این نیت نیک وارد خاندان گردیدن ما را زنی خوشقد و قامت با چهره گرم و نورانی پر از تبسم و عالم مهربان پیشواز گرفته دو دستش روی کتوان عزیز دلی دیدهش نهاده با سباران می نمود و از شادی در چشمان شعله‌بارش اشک خرسندی مثل برق جویای هر چیز زودتر خرسند گرداندن ما می شد این زنی نکوچهره معلوم بیبی نظر بود معلوم بیبی که با طفیلی انا همین فرزند دوست داشتهش معلوم مشهوری همه گردیده است چنانه که اکادمیک موسی دینورچیف میگویند سید امیر جانانوف نه تنها عالم آموزگار دولت مرد بلکه انسان نجیب است رفیق و شفیق و غمخوار راست قول و راست کردار عادل و عدالت خواه و عدالت پرور می باشد از همه بالاتر آنکه مرد بیکینه و بیغرض فروتن و خاکسار و خودشناس است کاش در این زمان پرتلاطم پرهنگامی ما چنین مردان شریف بیشتر میشدند با شرافتی آنها نبض حیات ما و مناسبت های انسانی ما در جامعه شهروندی نرمتر و آدموارتر میگردند و امروز که روز مولد استاد سید امیر جانانوف می باشد ما میخواهیم در این فصل نکوی سال با قدم مبارک بهار عالم افروز با قلب مبارک بهارانه مردم
شما با این روزی نکو شاد باش گفته برایتان تن صحت و خاطر جمع عمری با برکت آرزو داریم. بگذار هستی شما برای این هستی ملت و خلق همیشه مثل بهار سرسبزی و شکوفایی، زیباگی و وطن دوستی، متانت و حرارت علمی به جسم جان مردم باز هر گردتر و پرندرتر گرداند. ای سید و ای امیر جانان ما، نور بخش علم و هم عرفان ما. همه با مهر و محبت به اندازه میگویند استادا عاشقان را سروری، راهنمای عالمان کشوری، نور میبخشی به پهنای حیات، باغ علم و معرفت میپروری، در راه صدق از همه صادقتری، با سعادت تو سعادت آفری، با محبت مهرها را محوری، هر گجای از یتیمان غم بری، صحبت و هر پند و اندرزت خوش است، هم بقا بخشی به عمق باوری، گرچه شاگردان تو باشد هزار، بی محابا از همه افزونتری، سطر شیر و سطر دل را منبری، در ترحم از همه بالاتری، با همه این خلق اطوار خوشت حبذا تو سر به گردن میبری، اهل علم و در دل و هر دیده بحر جانها تو امیر دیگری. زاد روزتان برای پیوندان، یار دوستان و تمام مردم کشور مبارک باشد.